بیننده های عزیز کانال آموزشگاه حبیبی سلام. دوستان، در این برنامه میخواهیم روش های روشن کردن و خاموش کردن کامپیوتر را به شما عزیزان ارائه بکنیم. دوستان، به خاطر روشن کردن کامپیوتر سویچ اینچنینی با این سیستم در تمام کامپیوترها وجود داره که شما میتونین با کلیک کردن ای یا با فشردن اینمی کلید با می علامه که در هر قسمتی از صفحه کیبورد کامپیوتر باشه یا کامپیوتر دسکتاپ که هست ویژه جداگانه داره، شما میتونین کامپیوتر را روشن بکنین. ولی به خاطر خاموش کردن کامپیوتر دو راهکار وجود داره. روش اصلی مینوی استارت است که ما میتونیم با کلیک روی گزینه استارت و بعد از روی علامه که دیده میشه یا علامه پاور یا برق، زمانی که بالای از کلیک بکنیم باز این گزینه با پیش ما باز میشه و با فشردن یا با تایید و چپ کلیک گزینه شت داون کامپیوتر خاموش میشه. و با دومین راهکاری که وجود داره، با انتخاب همزمان کلید Alt و F4، زمانی که Alt F4 را شما همزمان کلیک کردین این نمایه باز میشه با گزینه های اینجا که ما میایم بس شت داون را انتخاب میکنیم و با مزه که اوکی بکنیم کامپیوتر ما خاموش میشه.